جای داشتن، با هم مراسا داشتن، یک جای کار میکردن، هر دو شکار میکردن. وقت شکار همیشه روباه پر اندیشه حیله میکرد و نیرنگ پیش میگردید از پلنگ. سیده اگر شد پیدا، روباه ایستاده در جای، دومش را می جنبانید، پلنگ را می فهمانید. اندک ایست، پشم و ژالت اندک خیست، چشمت سرخ و علا شد، دام و گوشت بالا شد. دندانها را خنجر کن، اکنون هجوم را سر کن. پلنگ هم تیار می شد در اجرای کار می شد. بعد یک جای می خوردن، به خانه هم می بردن. ولی گربه با یک خرگوش می گفتن خانه موش. ناگه خوا شنیدن، پلنگ و روباه دیدن، کافتنشان را ماندند، شکارشان را دیدن. گربه گفت به خرگوش همش را گیر در گوش. دیدی روباهی لنگ را چی ها می گفت پلنگ را. اکنون دیگر در بیشه پیش را از من همیشه. هر سیدی را که دیدی یا آوازش شنیدی، در را خبردارم کن، چون روباه هوشیارم کن. زورم پیش از پلنگ است، پلنگ نزدم گرنگ است. ناگاه با چشمی آنان یک تایچه شد نمایان. گربه گفت به خرگوش اندک ایست، که ببین یالی من خیست، چشمم سرخ و علا شد، دومم اندک بالا شد. خرگوش گفت اما دومتان بالا شد، چشمتان هم علا شد، دندانها را خنجر کن، هجوم را سر کن. گربه دوید و پرید، تایچه جهید از جایش. گربه افتید با تمامی شور و شست، گربه را مثل تو کرد، تازه هم لگد کوب کرد. خرگوش گفت زیری لب وا عجب
خب خواهرکان و درکای گل مهربان و شیرین سخن و حاضر جوابی من همینجا قصه انا چشمش علا شد با آخر رسید و من سپاس میگم و نفرانی که از تئاتر لختگین افسانه زیبا را برای ما تهیه کرده در شبکه اجتماعی گذاشتن و برای هنرمند تئاتر لاهوتی برادرمون نصرالدین که بسیار زیبا برای شما پیشنهاد کرد. اکنون آنهایی که میخواهند با من سوال جواب کرده ثابت وفشان مرامت با رقم 238 زنگ زنید. بچه‌ای که در یوتیوب نیز ما را دیده اید برای شما درود. در ضمن شاید میبریم این بعد هم پرچه از هر برنامه‌های مستقیم در یوتیوب هم بگذاریم. بخصوص صبح وطن شما پرسید که امیدوارم علی جان در برنامه فکر می‌کنه بخاطر خالی گرفته در برنامه صبح وطن نیز اومده پرچه برای شما در شبکه یوتیوبی ما پخش کرد. مهمتر از همه شما شبکه یوتیوبی ما را دستگیری کنید، برای دوستاتون توصیه کنید که آنها بیشتر گوش کنند و تماشا کنند و تبلیغ کنند این سفر. خب 238 من یک زنگ تلفنی شما را جواب میدم و ببینیم که شما حالا یک لحظه میخوام که صدا برای بچه‌ای تو برات شاید جای باشد که من بالا کنم. ببین اگر اونجا صدا هست در گوشمونه صدا نیست نه؟ هست اومده میتونم را نشد تو نزدیک بچه یوتیوب یعنی به نزدیک تلفن برای که شاید خونه گوش کرده توانند که برای که من اگر اینجا کلانکو رو بلند کنم صدا خلال وارد میکنه. 238 اکنون من زنگوی تلفنی را جواب میتیم. الو درود به شما، خوب هستین؟ بله. چی نام داری جانی من؟ احمد سنت‌الله احمدوف. بله. آفرین جانی من. صنفی چند میخونی سنت‌الله احمدوف؟ صنف 5. بله. سنت‌الله احمدوف صنف 5. دور اول ما غالب آمده بودی؟ بله. در این دور یکم بار نامزد شدی اقلا به دور فینالی یا نه؟ نه. ولی نامزد هم نشدی ها؟ نه. باور داری که نامزد میشوی؟ های انشالله. بله آفرین. از کلیک یکم بار خریداری کردی یکم چیز؟ بله. کی با کلیک رفته بودی؟ چی خرید کرده بودی؟ همین یکمی سنتبر خرید. یکمی سنتیابر چی خریدی از مغازه کلیک؟ من دفتر بیشتر دفتر بیشتر مولای بصفت است؟ حالا مولها بصفتن؟ بله. مولی بصفت است اونجا؟ بله. آفرین. سنت‌الله بله. همین اولتر از همه قهرمانای اساسی که امروز ما در افسانه شنیدیم چی ها بودند؟ گربه، خرگوش، پلنگ و روباه زیرا. آها تو کدوم از این جانورا را دوست داشتی در این افسانه؟ بیشتر پلنگ. پلنگ را دوست داشتی؟ عجیب. برای چی؟ گربه. ولی نفهمیدم تو یکیش انتخاب کن، پلنگ یا گربه؟ گربه. برای چی گربه گنده است؟ چی گندگی کرد گربه که تو دوستش نداشتی؟ خودش رو قهرمان گرفت برای همین. هر کس بازی باید چنین زورش قهرمانی کنه، زور بازونشون. بله. از بودش زیاد منمنی کرده. بله. در مکتب شما سنت‌الله خیلی بچه ها هست از بودش زیاد منمنی میکنه. بله یک طلبه داره همون داره. چی نام دارد؟ یگیت. نفهمیدم. یگیت. یگیت؟ بله. این از همون سلسله فیلمی ترکیه است. در همجا یک گندگی مکی. بعد در اصل وقتی که جای گپ میاد چه خیلی آدم است؟ چی؟ وقتی که جای گپ زدن میاد چه خیلی است بعد؟ خب برای ما با سنت‌الله خیلی صحبت کردیم. من در خط اشتراکچی من سنت‌الله را جمع میکنم. ببینیم که باز تا آخری این بخش ما از این خواهرک و دودرک گلی من چند نفر دیگه با من زنگ بزنن تا اینکه از من 4-5 نفری که هر روز ما روی خط اشتراکچی را میکنیم، بعد یک نفر یا 2 نفر برای دوره فینالی روز جمعه من مرور و طور مستقیم پخش می‌نماید. الو با شما. سلام علیکم. شب بخیر کدله. شب بخیر جانی من. نام تو چی است؟ نور محمد از ناحیه شونیان هستم. آفرین. نور محمد قادیروف. بله. بارک الله. ولی در این دور نامزد نشدی ها؟ بله. در این دور دومی ما نامزد نشدی؟ من در این دور نشدم ولو. ولی با دور اول تو صاحب توفه هم شده بودی. چی کار میکردن؟ روباه
پیش از پران میرم و وقتی که سعید رامدی دومش رامد جنبون یعنی با پلنگ اشارات میکرد که با اون حمله بکن پلنگ آره نکشت. بعد اینو چه خیلی تقسیم میکردن سعیدی کرده اشونا؟ خیلی تقسیم میکردن؟ بله یادت هست؟ دو کسا میخوردن. دو کسا میخوردن با چی کار میکردن باقی مونده اشه؟ باقی مونده شه؟ با خونه شون میبردن خیلی گفته افسانه گوی ما با خونه شون میبردن؟ یادت نیست؟ نه بود که خیلی هم میخوردن باقی مونده اشه میبردن بله یادت آمده؟ بله آفرین اینجا وظیفه روباه همچون قهرمان به آدم ها اگر شبیه تیم چه خیلی آدم ها را اینجا گفتگی است؟ آدمایی که خودشون رو زور میگیرند و از پرسند. اوخی اصلا روباه خودش از زور نگرفت که روباه هیلگر بود مکار بود فریبگر یعنی که همه رو فریب میکرد. توی خشنوس داری در زندگی اگه نفری که تو را فریب کند هیله کند؟ نه نداری خیلی جورا نه در صنفتون هم نیست نه خودت هم یکون بوده اون کسا فریب ندادی نه کنی عبور درست فکر کن نورما یک بار کم کم فریب دادم. کی را فریب دادی کم کم؟ همسی شورو هم صنفت فریب دادی تو گنده گفتم نور محمد بچه خوب است آخیر جای شود فریب ندهی. جوش با ضرر نشود نکی مایلش بو کسی را زیان نیارد این فریبو نه زیان نمیارم. خیلی نور محمد جو شبی خوش خیلی شب خوب. خیلی خب دو شانده داشته ما میتونیم باز با دو سه شانده دیگر هم در تماس باشیم تا ساعت 20 و 35 دقیقه بعد میونه ها بعد یک نفر هم برای فینالی رو خط میدیم. الو درود به شما. الو السلام علیکم. درود به شما جانکی من نامت چی است؟ جواب زینب از شهری وردست با شما در تماس هستم. آفرین بی زینب خواهر گل و مهربان و شیرین سخن من جلال و بله بارک الله. گوش کردی افسانه رو؟ بله دوره قبلی تو راحت گرفتی بعد دوره نهایی هفته گذشته انیخترش؟ راحت گرفتم غالب نبر اومدم. روز جمعه مو گپ زدیم تو غالب نشدی. زیغ نشدی از این چیزا خی؟ نه کم ترک زیغ شدم. کم ترک زیغ شدی زیغ نشو حتما غالب میای. خوب ببی زینب جان. بله بعد وقتی که گربه و خرگوش روباه و پلنگ دیدن چی مصلحت کردن اونها دو نفره؟ گفتن که ما ویها را ما هم از ویها پیشتر شکار میکنن. خرگوش گفت که گربه گفته که اگر از همین جایگون چیز خیلی گذارم من رو خبر کن. مایلش گفت و خبرش کرد گفت آنا توی چه اومد خیلی گربه انا کو بس همه افسانه را برای ما نقل نکن خیلی بی زینب جان. خب اینجا وظیفه گربه چی بود در قسمت دومی افسانه؟ دومی افسانه؟ وظیفهش چی بود گربه رو؟ گربه رو خنجر زدم. سایدش زده گرفتن. بله او خودش برابر چی دونیست؟ برابر چه دونیست خودش رو؟ برابر پلنگ شیر نه پلنگ. برابر پلنگ دونیست خودش رو. بعد همین خیلی قوه داشت برابر پلنگ قوه داشت؟ نه نداشت باید گربه بود. خود بود از من. اوی گربه هم برای مثل پلنگ است که افتش نمودهش؟ وای جسمش کلون است. گربه جسمش مایده هست. تو از کجا میدونی که پلنگ جسمش کلان است؟ من در سیرک دیدم. سیرک رفته بودم موقع دیده بودم. گربه چی؟ گربه رو در کجا دیدی؟ گربه هم چند تا گربه در حوالی خودمون زندگی میکنن و ایها هر روز که چی شود می آیم ما رو غمیگی هم و ایها رو از خانه سر
میکنم. چی بس فور میکنی و بیچاراکو بخونه گوشنا تو با خوراکته یا بعضی وقت میدیم ها. بعضی وقت گربه و خونه مادر اومده بود مادرم ترسیده بود گفت وای این گربه همه جا رو قنقز میکنه تیریزه همونو خریدیش کم است. این بیچاره گربه گنده جورای شما بوده است بیبی زینب جان شب خوش خواهرک شیرین سخنی من اکای دله جانم من یک شعر میدونم در باره توان کاری کوتاه باشد خون برای که وقتی یک نفر دیگر هم میگیریم بود چون میتره بله جانم گوش میکنم توان خیلی جسور است گیلوور و غیور است در جنگ و در دویدن از همه حیوان دور است. آفرین شبی خوش بای بای. بای بای آفرین یاد گرفتم بچه ها بای بای گفتن از من خوستن آمد این چیز خب یک نفر دیگر وقتش هست که صحبت کنیم از بین 4 نفر بعد من یک نفر نامزد اختیار میکنم برای دور فینالی یعنی برای دور که صاحب سرتیفیکت 200 سامانه از مغازه کیلک میشوند الو باز یک روزی نم آمد ای عزیزان السلام پیرو بر نوروزان اومد اهل دوران السلام شوقتان ما را به داری شما آورده است اسلامی مهربانی بحری دوستان السلام درود به همه شنونده‌های رادیو وطن درود به آن نورسانی که عین حال ما رو میشنوند درود به راوی خوش‌صدا با دلر امام علی من شنونده همیشگی شما هستم سومن جمالیدی. آفرین سومن جان آینده راوی رادیو شدن نمیخوای سومن بله میخوام این کسب دوست داشته من از اول همین کسب رو انتخاب میکنم. آفرین جانی من صنف چند میخونی سومن من با صنف 5 گذاشتم صنف 5 میخونم. آفرین سومن جان افسانه را گوش کردی؟ البته خیلی گوش کردم. زور یادت هست قهرمانای افسانه؟ بله چی ها بودن؟ پلنگ، شیر، روبا، خرگوش، گربه همین ها و افسانه بودن. بعد یک قهرمان دیگر بود فراموش کردیم در آخر اسب تویچه ها؟ تویچه با تویچه چی واقعه رخ داد در آخر افسانه؟ در آخر افسانه گربچه بعد چسبیده او رو خوردن میخورد و تویچه همین وای رو دیده و اجا از خست و گربه پرید و او رو یعنی گربه رو وای کرد یعنی لطکوب کرد. ای بیچاره گربچه این حالی گربه رو خرگوش دیده چی عکس العمل نشان داد با؟ بعد یک افسوس خورد. خرگوش افسوس خورد؟ بله برای چی با کمک گربه نشیتو؟ برای که آنها جوره بودن کو؟ خرگوش گفت هجوم را سر کن گربه نه پهلوان زیری پای شد انا چشمش علا شد. بیچاره خرگوش برای چی با یاردم گربه نرفت بعد؟ آخر او نتوانست که او را خلاص کند و همین گربه که زود دوید و از دومش داشت دومی تویچه از دومی تویچه گرفت بعد تویچه او را با پایش زد و نتوانست که او را نجات دهد. آفرین تو از این افسانه چی پند گرفتی عکوسمان جان؟ با فکرت چی است معنیش؟ من از همین افسانه پند گرفتم که یعنی انا که وای یعنی انا همینجا وای روبا گفته بعد یک جا ولی که من از این افسانه پند گرفتم که یعنی این افسانه برای همین چی است؟ برای یعنی هر کس ما یک مسئله مردمی داریم که هر کس پایش دیده کرپش دیده پایش دراز میکنه ده؟ بله چه زور و توان قوه و دانش خودمون باید حرف زنیم و حرکت کنیم بله؟ آفرین سومن جان شب خوش خواهرک شیرین سخنی من شب خوش اکای بای 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 بای. آفرین انرژی میتونن برای من خیلی صحبت های خیلی شیرین سخنی هاشون خب سنت الله احمدوف نور محمد قادیروف بیبی زینب جلالова و سومن جمال‌الدین 4 نفر 2 پسر بچه و 2 دختری نازدانه برای من واقعا انتخاب یک نفر به دور روز جمعه خیلی سخت است علی جان شوری در چوشه بیاید امروز دوباره علی جان مونیم یک نفر به دور فینالی رو خط کرد بعد روز جمعه من از بین همه اونها بعد یک نفر غالب اعلام میکنم خب بیبی زینب جلالova سومن جمال‌الدین نور محمد قادیروف و سنت الله احمدوف کدومش به فکر تو بسیار خوب و ارزنده است که به دور فینالی رو خط بگیره دور روز جمعه فکر میکنم بیبی زینب بیبی زینب از این سومن پیش از سومن پیشتر بله
امروز بیبی زینب جلالова مبارک باشد خواهر گل و شیرین سخن حاضر جواب من. اشتراکی دور فینالی ما، اشتراکی روز جمعه بیبی زینب جلالова. بیبی زینب تا روز جمعه برای تو استراحت، فقط روز جمعه فعال باش، ما رو حتما گوش کن اگر خدا نصیب دیده باشد اینجا باشه. بعدا از میان تمام اشتراکچیان دور روز جمعه، یعنی تا اون روز ما یک نفر دو نفر با دور فینالی را خرید، بعد یک نفر غالب شد صاحب سرتیفیکات 200 تومان از مغازه کانسلری کیلک می شود. شما والدین عزیز با www.kilk.tj وارد شید و آنلاین مغازه بسیار دسترس هست برای شما. در شهر دوشنبه 3 نقطه دارد برای مال و کالای مکتبی را خریدن، به این مغازه حتما بروید. برای امروز باشد همه کسا بیبی زینب جلالова را مبارک باد میگیم. در بخش همراه خانم امروز ما راحت بر روز جمعه گرفت و دور فینالی دیگر روزیق نشوید. خوب روزا دیگه با فعالتر باشید، زنگ زنید. بخش دیگر برنامه شب در ادامه دارد و در صفحه یوتیوبی رادیو وطن با نام تاجفیکس ما آنلاین فعال هستیم. وارد شید و ما رو تماشا کنید. جونی من را خاموش کرد. جونی من نه من هر برای اینو گفتم عذاب میکشم. فقط دیگه همش فعال ماجرا. نمیاد برای برای که میزنم مایده تر افتاد گالگایشم خوب شیرین تر بودم. این کلام بود. شما پیش که تیار بدی بودم. السلام علیکم. یک کس تماشا خدمات ما آب چرا؟ آمون میکنم. بدون قسمت دیگه شما رفتم که دوام دادن که داشتم رو دیدیم شایکو. خیلی که روز یکم کردی نبردیم. با این گزارش از این موضوع بعد کادر مونده ما. آتش کدوم رو میگیریم؟ شما اگر فهمونی شما کادر خود همه نمیتونیم. بعد دیگه همیشه برام با کادر موافقم. این مای باز نه ساعت مثلا ایش سفری نمیکنه. شو. یا ساعت بزنیم. آخر خونه بودم. اون بچه هم کدوم زاگوست؟ نیم ساعت زیاد. ده کسی نیست. چند کس دیگه شما؟ نه فقط شما از یک کس شما رو نموش درمانجان کمی رو جواب بودیم. خورد نشون دوست دارم مگر ما رو بیشتر باشیم. یوتیوب دیدی شده که پشت میکروفون رو بعضی گپ صحبتو دیگر میذارم و مردم میبینن. البته برای مردمی که میبینن جالب است ولی برای ما ناراحت کننده است. برای که ما بعد میکروفون میخواستیم یکم دم بگیریم راحت داشته باشیم. خوب دیگه نمیتونه میره اون طرفی پرچم بریم. نه چه ما شما بسیار بچه‌ای که در یوتیوب یه نفر هم ببینه اون سرود هر خواست میمونه. Полеты в космос, стометровые небоскребы, механические части тел. Пару сотен лет назад о таком можно было только мечтать. А теперь это все вокруг нас. Технолит, рубрика о самых масштабных прорывах технологий. Приветствую вас, друзья! Практически уже целый месяц мы говорим об удивительных технологиях нашего времени. И, конечно же, осталось еще много интересного из нашего времени и о чем можно было бы рассказать. Но сегодня мы поговорим о технологиях тысячелетней давности, которые в каком-то смысле даже шокируют. В последнее время в нашей стране все сильнее продвигается мода повышения цены на газ. Конечно, бывают проблемы с ее добычей, однако представьте себе, что газ научились добывать еще 2000 лет назад. В древние времена соль была важнейшим ресурсом, с ее помощью хранили пищу задолго до изобретения заморозки. В основном соль добывалась в море, но соленая вода есть далеко не везде, где живут люди. В китайской провинции Суанчжэнь около 2000 лет назад соль научились доставать в прямом смысле из-под земли при помощи продвинутой технологии.
первый огнемет. Что удивительно, по принципу работы этот огнемет мало чем отличается от современных. Он состоял из помпы и зажженного фитиля, по которому струилась горячая смесь. У византийцев эту технологию позаимствовали китайцы, они добавили, благодаря которой струя огня становилась более равномерной и постоянной. Представьте себе, это было еще 1300 лет назад. В нашей рубрике мы уже обозревали удивительнейшие технологии строительства, как китайцы не то что строят, а в буквальном смысле печатают дома. Вот только в истории тысячелетней давности нашлось кое-что не менее удивительное. Пума-Пунку – древний город, расположенный на территории Боливии. Он построен из камней, но камни эти соединены, обтесаны с такой точностью, которой позавидовали бы и современные строители, используя примитивные строительные технологии. Народ Туанака, так называлась местность, в которой Пума-Пунку находится, соорудил целый город из практически одинаковых и крепко сцепляющихся камней и блоков, чем-то напоминающих даже конструктор Лего. Эти блоки были вырезаны из камня с высокой точностью, будто бы с помощью лазера. Для их сцепления в том числе была использована технология глухого отверстия, которую остальной мир освоил лишь к концу 19 века. Кроме того, народ Туанака использовал в строительстве что-то вроде современных металлических углов, которые помогали укреплять всю конструкцию. Надо еще заметить, что и в строительстве
سخن شب شما الان تمام؟ تمام نه نبرم شب در برو آغوش برو نه چو سخن شب اینجا بریم کمتر خب ما امروز در مورد بازار شاه منصور زیدانی و شهر دوشنبه که صحبت کردیم. من میخواهم با یک جمله شما دوشنبه را بحث کنید، فقط با یک جمله. شما میتونید مؤلف بهترین جمله ها با واسه دوشنبه باشید، مثل هم جمله‌ای که عجب شهر دلارای دوشنبه، میگن دوشنبه شهر جوانی ها، دوشنبه شهر صلح، دوشنبه شهر شما با یک جمله میتونید دوشنبه را بحث کنید. نفرایی که میخوان در این بخش ما محبتشون نسبت به دوشنبه اظهار کنن، برام زنگ زنید 238 70 مثلا هفته گذشته یادم هست که صبحانه از امروز از خوجند شهر مهمون پرس کلوب ما بودن، گفتن که هر کسی که به خوجند میرود، من میگم که یا هر کسی که از خوجند به دوشنبه میرود، میگم که به شهر جوانی های من درود بگو، یا که وقتی که آمد از دوشنبه به خوجند میگم که دوشنبه شهر جوانی های من چه خیر چه حال دارد. همین خیلی نفرایی هستن که بعد از دوره دانشجویی و کودکی و نورسی یک مدتی کار از دوشنبه که بیرون میشن، خمارشان میگیرد با صد عذاب و حسرت و رنج و خدا میدونم خمار به قول دوشنبه را میخوان دوباره ببینن، دوباره میخوان دوشنبه بیاین. ما بسیار وقت در دوشنبه زندگی کرده به قدر و نمیدونم قیمت این شهر نمیرسیم، به اعتنایی زویر میکنیم. خوب دیگه شهر هست نه، ولی واقعا میگه وقتی که ما دوشنبه پیش رفته بیناهای بلند و باور نمیپروریدم. شما با واسه دوشنبه جان چی نظر دارید؟ یک جمله شما 238 70 میتونید زنگ زنید در فیلم مستقیم یک جمله را بگید، یا میتونید در وایبر و تلگرام نیز با یک جمله نویسید با واسه 0070. خب سلام علیکم مالوینا مایلش البته من سرود مقبول دل شما را که پیدا کردم میمونم، چون مالوینا نام دو سرانده را گرفتن، ولی در هر صورت ما میخواستیم که نام سه سرانده باشه. وقتی که شما نام سه سرانده را بگیرید، من حتما همون لحظه یک سرود از تاب دل شما میمونم. خب ولی حالی پیشتر از همه بیاد با وصف در بخش سخن شب ما دوشنبه عزیز با یک جمله بحث کنیم. الو زنده باشین. جمالدین صاحب و وصف دوشنبه میکنن. بله دوشنبه بهترین پایتخت است. بیاد یک جمله شاید خوب یک که حق مؤلفیش دستی شما است و میگید که این جمله من است. بهترین وطن است. دوشنبه بهترین وطن است. هر جای دیگر هم میتونه بهترین وطن باشد، یا میتونه فقط دوشنبه. من هم دوشنبه بهترین. برای شما دوشنبه بهترین است. بله. اینجا به دنیا آمدین؟ بله. اینجا به باید رسیدین؟ همینجور کار و فعالیت دارم. اینجا عاشق شدین؟ بله. اینجا جدا شدین؟ نه. جدا نشدین؟ چقدر خوشبخت شما. بله. 99% جدا میشن کو؟ نه جدا نمیشم. نه از عشق دوره کودکی و نورسی شما میگم. هر کس خیلی ممنون که نه. شما ایلادور شدین؟ آفرینتون. صاحبی چند فرزند؟ 5 تا. پس دوشنبه شما رو به وصال آورد. بله. سربلند شد. گوشه ای که شما اویلوی دوستش میدارین کجا است؟ واقعا استاد زکی. نزدیک خانه اتون به فکرم. نه من دوای بدناتو. اونجا بوق عینی نزدیک از دوست ندارید اونجا را برودکی میاین. اصلا من جای کارم خریدیم با استاد زکی دارم. سلام علیکم. شبتون بخیر برادرتان. زنده باشین. اکه داره. جانم. همین روز برخورد میکنم.